لایدار مخفف لایت دیتکشن اند رنجینگ هست، به معنی تشخیص و اندازه‌گیری فاصله با استفاده از نور که به اون رادار لیزری هم میگن. فناوری لایدار اکنون به عنوان کلیدی‌ترین حسگر برای تحقق سیستم‌های خودروی خودران شناخته می‌شود. اغلب از آن به عنوان راهکار نهایی برای این حوزه و همچنین نقشه‌برداری دقیق زمین یاد می‌شود. اما این فناوری دقیقاً چگونه کار می‌کند؟ لایدار پرتوهایی از نور لیزر ساطع می‌کند که معمولاً در طیف فروسرخ نزدیک قرار دارند. هنگامی که این پرتوها به یک شیء برخورد می‌کنند، بازتاب شده و توسط یک گیرنده حساس دریافت می‌شوند. از آنجایی که سرعت نور ثابت است، با اندازه‌گیری مدت زمانی که طول می‌کشد تا پالس نوری برگردد، سیستم می‌تواند فاصله دقیق تا آن شیء را محاسبه کند. با چرخاندن سریع پرتو، لایدار می‌تواند یک اسکن کامل 360 درجه انجام دهد و یک ابر نقطه‌ای سه‌بعدی و بسیار دقیق از محیط اطراف خود بسازد. با پایش پیوسته تغییرات در زمان بازگشت نور، این سیستم می‌تواند تشخیص دهد که آیا یک شیء متحرک است یا ثابت و حتی سرعت آن را تخمین بزند. با انجام میلیون‌ها محاسبه در ثانیه، لایدار یک مدل سه‌بعدی تولید می‌کند که تقریباً به طور کامل با دنیای واقعی هماهنگ است. در مقایسه با رادار سنتی، لایدار دارای وضوح و دقت فضایی بسیار بالاتری است، اما باید توجه داشت که عملکرد آن به شدت تحت تأثیر شرایط آب و هوایی نامساعد قرار می‌گیرد، در حالی که رادار در این شرایط از قابلیت اطمینان بیشتری برخوردار است.